بار دیگر میگم که صاحب ملک یگان خیل از اینجا زیان نمیکشد. شرحی نخستین رسمی درباره جمعه بازار خوجند. کلانترین بازار مسائل ساختمانی در کنار دریای سیر که از مکانهای سرخریدار است و سبب دعوای چند شرکت و صاحبکار گشته است. مالکان حاضره جمعه بازار روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که ملک آنها با راهی به گفتهشان غصب ریدری به دست کسان دیگر میگذرد. مقامات در خوجند آن را همچون دارایی شرکت اسریما حجت کردند. شرکتی که بنا به چند حجت یافت شده در منبع‌های باز به بنیاد بلندآشانه‌ها در دوشنبه مشغول است ولی درباره‌اش اطلاع کافی در دست نیست. فردوس شریفزاده رئیس شهر خوجند آخر هفته گذشته در یک نشست مطبوعاتی دلیل چنین تصمیمش را شرح داد. با ما یک شرکتی با نفوذی از پایتخت کشور که امروز لایحه‌های خوب دارد مراجعت کرد. شورای شهرسازی هم شهری هم ولایتی را گذاشت. موافق نقشه گنرالی که هست لایحه پیشنهاد کرد. ما قراره که وقتی که دادیم در قرار ما نوشتگی که او باید عهدهدار شود که پیش از همه خیلی که من همونجا صاحب ملک گفتگی 2000 جای کاری هستن اونجا ما عهدهدار کرده که باید که مؤسسه تحصیلات میانه سازد، مؤسسه تا مکتبی سازد و تمام همون بینایی که هست حدودش مرکزهای سودای بزرگ میشه، مرکزهای سودای بزرگی زمانوی میشه و همون صاحب ملکی جمعه بازار باید که از طرف همین شرکت راضی کرده شود. قرار شهرداری خوجند درباره به اختیار شرکت اسریما گذاشتن جمعه بازار 21 ایول امسال صادر شده است. بر پایه آن حقوق استفاده زمین برای صاحب ملک واقعی قطع گردیده آن برای احتیاجات دولتی یا جمعیتی گرفته می شود. در ادامه قرار آمده است که در اینجا برای ساختن 6 بینای 22 آشانه و 14 بینای 24 آشانه به شرکت اسریما اجازه داده شده است. شهرداری خوجند به خبرنگاران گفت این مسئله اول از چند زینه گذشت و سپس به قرار صادر گشت. خودی راهبریت جمعه بازار به ما مراجعت کرده همین لگان لایحه بهترین پیشنهاد میکرد ما ممکن که خودی همون راهبریت میدادیم لیکن اینجا من همچون رئیس شهر من خودم نقطه اونجا یک بسیار جای کلان زیاده از 4-5 گکتار اینجا شوراها هست، شورای معماران هست، شورای شهرسازی هست، نقشه گنرالی هست. طبق نقشه گنرالی ما اینو دادگی در اینجا من قرار نسخه قرار در من هست. اینجا حقوق شناسا تمام ساختارها تمام ساختارهای شهری خلاصه مثبت دادگی بعد اون که ما خلاصه های مثبت گرفتیم بعد قرار به امضا رسانده شد. من این موضوع یعنی جمعه بازار صاحب حاضره جمعه بازار مؤسس شرکت وحدت امینجان جورایف میگوید این بازار را در سال 2010 از اتفاق تاجیک مطلوبات خریده است و آن اطراف 8 گکتار زمین را در بر میگیرد. تصمیم بنیاد بلندآشانه ها در منطقه جمعه بازار از سوی شرکت اسریما در حالی است که خود مالکان بازار از سال 2017 در اطراف آن به بنیاد خانه های بلندآشانه استقامتی مشغولند و برای ادامه این اقدام سندهای ابتدایی را به دست آوردند. عیناً این لایحه ما هم همین قرار عیناً من همین 22 تا خانه های استقامتی 24 آشیانه 6 تا 22 آشیانه باغچه بچگانه این طرف و اینجا مکتب تحصیلاتی عمومی از بین راه دو طرف راهی از دو طرف میآمدگی راه عیناً همین لایحه عیناً همون قرار رئیس شهر چه داده شد ما همین لایحه ترتیب دادگی و جدیمی اصلی ما هم همین لایحه ما حیران میشم اوجا گفتگی میبهای یا فکری بهای همین خیلی خبرنگاری رادیو آزادی به نمایندگی شرکت اسریما در خوجند مراجعت کرد ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری کرده گفتند اداره اساسی شرکت در دوشنبه قرار دارد. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت با دعوای امینجان جورایف همه گونه عملیات را وابسته به جمعه بازار باز داشته است. انتظار می رود بررسی این قضیه به زودی در دادگاه شروع شود. وقتهای آخر پرونده های دعوای زمین و مالکیت و هم رقابت های ناسالم در بین بیناکاران بلندآشانه ها در مرکز ولایت سوخت به اوج رسیدند. در گذشته عوض شدن صاحب ملکان بعضی از بازارهای سیرگردش تاجیکستان نیز باعث به نگرانی ها گردیده بود.
5 سال پیش مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدنش با شیوه مرموزی از دست به دست گذشت و شکایت‌های زیادی به بار آورد. حالا قضیه جمعه بازار این سوال را به میان آورده است که عصر ما از کیست و از چی پشتیبانی بهره‌ور است که به نظر می رسد بسیار به آسانی یک منطقه سرخریداری خوجند را در نزدیکی ساحل دریای سیر به دست آورده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.